دست مزدم هم گرمه هم که دست میکنه که شورای هم شور. این پیدایش آدم همین شهر جیده سرشته پیدایش. خیلی برادر عزیز 10 نفر در اینجا میشتن. آزای آوی با مزه آوی زیبای روی دنیا را خمام داریم. ما تاجیکا داریم. خیلی دوستان عزیز شهرک جیده اینقدر آباد خوشرو زیبا. اینجا شهرک جیده ما دریای سرخاب این مسجد یکمی بار که خمریزی شدگه حابیل و حابیل کم دوبار نکشنه دیگری شد خواهی دیگر جمعی زمان این مسجد داشته دیگه حابیل و حابیل نمیجای در جده دریای سرخاب انشالله یک روحانی یک خیلی باید بشه ثبوت بشه باید این مسجد امام حواد میرسه منزل جاگه امام حواد منزل جاگه هم از من بگذاریم انشالله از طرف دیگرش نه از طرف دست راست هم بله از طرف دست راست اگر نگاه کنید همون منزلی که مادرمون در اینجا دفن شده است همینجاست. Дорогие братья, с правой стороны, как вы видите, мы проехали есть то место, где ушла из жизни наша мать Хава. Çünkü önce istiyordan bağınız, Gafar Ramadan. امام حواد در این همجه دست اصلا هم اکاو وگر بودن لیکن باید هم خیلی ترتیب بود که وگر رو میگرفتن که ولی امر الهی بود لیکن از سببی که قابل بدرشک بود که در فیگرهای خوب نداشت میخواست که از همان خواهانی که همراه خود تولد شده است زیبا بود هوای رو بگیرد لیکن قانونهای الله بهبود دیگر بودن سرکشی کرد و شرط گذاشتن که یعنی قربانی بکنند که اگر الله قربانی کسی را قبول کند همان مثلا خواهرشون رو بالا گیرند بزنید حد قربانی کردن قابل یک خوشگندم در طور کوه گذاشت و حابیل باشد و گوسفند گوسفندای خود رو گذاشت یک رعد و برق شد و الله گوسفند یعنی حابیل را گرفت و یعنی ترتیب همون درست را باز هم تصدیق کرد الله مهربان. بعد از این قابل در جستجوی سوقت شد با رشک و با بدگمانی و بدبینی یعنی عمل کشتار حابیل را فکر کرد و گویم به انجام رسانید یعنی با سنگ وقتی که خواب بود حابیل آن را با سنگ یعنی به قتل رسانید. دوستان عزیز شهر جده بندرگاه جایی که کشتی ها هستن اینه چه شهر زیبا اینه برادرها دوستان عزیز اینجا به نهایت تاریخ کلان داره تاریخ بزرگ داره مقصد گپ که اینجا قابیل و حابیل برای خواهرای خودشون جنگ شده روی رشک دیگریش هم میکشن و بعد یک چیز دیگه که بابای آدم با همراهی هوا یعنی ماما هوا در همین شهر زندگی میکردن در همین شهر زندگی کرده کار و فعالیت میکردن این پیدایش آدم همین شهر جیده سرشته پیدایش آدمیزاد همین شهر جیده شهر جیده این جای زیبا جای دلفرا از اومدیم بندرگاه بحری سرخاب هیچ که روزبک فیضلی میخونه که در لبی دریای سرخاب خوابه کن نمیبره خیلی نه
آمدیم بندرگاه یک جای میبینیم تماشا میکنیم. خیلی دوستای عزیز آمدیم لبی بحری سرخاب. بحری سرخاب میگیم، من که بحر میگم با امیرم. آخه در اون سانتوده ما بحر میبینیم تلخت میکفی در اینجا بحر بوده که بوده بحری سرخاب، دریای سرخاب میگم اکنه ندین دریای سرخاب برادرها. خش درانه شینه اومدیم دیدیم اینجا همه قجا دوره که همین جای پیدایش آدم همینجا شده دیگه نباشه ای جای خمون یکم کمی ندارن یکم زیادی ندارن. این همه کار که همه آج شکر خدا در عصر 21 تمام دنیا یک شده دیگه، تمام دنیا همه پیشرفته شده دیگه. تاجیکستان ما باد و هوا آب همش بالاتر و بالاتر و بالاتر. در این گرمی چشمت میسوزه، باور میکنی چشمت میسوزه، چشمت میسوزه. خیلی برادرای عزیز آمدیم بندرگاه یک کشتی‌ها. آقایی کشتی ده میشینید آقایی؟ نه نسی چرا که میشینید کشتی‌ها ده دریای سرخ، دریای سرخ. خیلی برادرای عزیز 10 نفر در اینجا میشتین. این کشتی‌ها ده 10 نفری بیایید. سودایس این برادران خیلی سودایس بده، خیلی سودایس. همیده بشینی؟ نه بشینی 10 نفری بشینی. آسف ولا عايشه؟ نه 2 3 4 5 6 7 8 وشتا میگه با وشتا هاجو هیجا بیان هاجو خیلی یک کشتی ده بشنیم که یک تماشا کنیم. انا برادرای عزیز دریای سرخ اینا با کسا برادرها خطی حاجی ها خطی کافه استماعی دمون بابای حاجی استراحت حاجی استراحت کرد. در بالا سملیات، در پایان کشتی، این بچه چشیستی.
یا چیزا خندم گرفت برادرو. ما در همه دایره خمون در بحرای خمون میشنیم کروشکر میزنیم این بحرا میخریم. هم خیلی خیال کردم که دست مزدم هم گرمه هم خیلی دست میکنم شورای هم شور. شکرانه پروردگار میکنیم که آوایی داریم که خیلی بقراشکان رو میخریم هم میزنیم و هم بحرامون خوردن میگیریم. آوی تازه آوی بمزه آوی زیبای روی دنیا رو خمون داریم. ما تاجیکا داریم. البته که آوی خمون بهترین. انا دوستان عزیز خدا نگهبان همه. انشالله که با ما چیزای نو نویگری دیدم برای شما پیشکش میکنم. خدا گیزده دریای سرخ از شهر جده سرمند و خانوباد باشید.